گوسفنداشون یا الاغاشون غذا بیشتر داشته باشن از جای دیگه به جای دیگه برن نمیتونن با آجر و بطور و دیوان اگه طوری باشه نمیتونن به یک جای دیگه برن برای همین با شو با چادر برای خودشون خونه درست میکنن یه جای دیگه به یه جای دیگه بتونن باور کنن و به جای سرزمین آفرین بتونن غذا واسه حیواناشون تولید خیلی عالی. یه دست محکم برای محمد علی بزنی حواسش جمع بود. اصلا یه خواهداره که گوسفنداشون یا الاغاشون غذا بیشتر داشته باشن از جای دیگه به جای دیگه برن نمیتونن با آجر و بطور و دیوان اگه طوری باشه نمیتونن به یک جای دیگه برن برای همین با شو با چادر برای خودشون خونه درست میکنن یه جای دیگه به یه جای دیگه بتونن باور کنن و به جای سرزمین آفرین بتونن غذا واسه حیواناشون تولید خیلی عالی. یه دست محکم برای محمد علی بزنی حواسش جمع بود.